میشه قربانی کردن. از گاو از 2 ساله بالا، از 2 ساله اگر 1 روز کم باشه قربانی کردن درست نمیشه. و از بز و گوسفند 1 ساله، از 1 ساله بالا باشه، از 1 ساله پایان باشه قربانیش درست نمیشه برادر عزیز. البته در یک روایت هست که گوسفند 6 ماهه که با 1 ساله ها مانند باشه، یعنی فربی و کلان باشه، اگر قربانیش کنی درسته. اما بهترش او گوسفندی که از چی؟ از 1 ساله بالا هست امرا قربانی کردن. و برادران عزیز بزرگوار، گاو اکده مردم ما شطور نیست. گاو گفتیم از 2 ساله بالا باشه. گاو تا 7 نفر میتونن که شریک شوند، یعنی 7 انسان قربانی کننده میتونن که در گاو شریک شوند، یعنی جمعیت قربانی کنن. از گردن همش ساقط میشود. با شرطی که همین 7 نفره که شریک شدن همشون نیتشو قربانی کردن باشه. یکی از اینها اگر نیتش فرض کنیم مقصدشی باشه که من گوشت از خود کنم، یعنی نیت قربانی نداشته باشه، قربانی همه اینها قبول نمیشه. قربانی از جانب همشون قبول نمیشه. باید همش مقصد و نیتش چی باشه؟ قربانی کردن باشه. یکم شرط. دوم شرطش این که همین 7 نفر که شریک شدن باید که حصهشون 7 همون پول یا قیمت همون گاو باشه. یعنی یک گاو فرض کنیم میخرن 7000 سوم، هر یک کدومش باید 1000 سومی، 7 1000 میشود. 7 تقسیم کنیم 700، 7000 چند میشه؟ 1000 میشود. 7 همون گاو باید همون انسان قربانی کننده باید حصهش یعنی که ادا کنه. فرض کنیم اگر یک انسان بگه که من 500 سوم میتیم، دیگر شما هزارها بوده، یعنی یک کس بگه من گوشت زیادتر میگیریم 1500 میتیم، در این صورت قربانی یگان کسی اونها قبول نمیشه برادران عزیز. شرط دوم همین است که باید که همین 7 نفره که قربانی میکنن همشون حصهشو برابر باشه. همشون باید که یک رنگ باید چکا کنن، قیمت همو چیزا ادا کنن. و جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارک 4 نوعی یعنی معیوبی را منع کردن که قربانی کردنشون درست نیستن. البته در فتواها و یعنی در مسائل های فقه میگذره که البته اینها از حدیث بیرون هستند، اینا یعنی خلاصه مجتهدا هستند که حضرت ها میگن که انسان حیوانی که گوشش اگر کلته کردگی باشه، یعنی که از نیم زیادش کلته کردگی باشه، او را نمیشود. بسیار چیزها را مثال میاره، اما فقط اگر بریدگی باشه، پای کردگی باشه، این صورتش ضرر نداره. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که 4 لا تجزی فی الاضاحی، گفتن 4 نوعی یعنی حیوانه در قربانی کردن جایز نیست، یعنی درست نیست قربانی کردن شو. 4 نوع حیوانه، از شتر باشه یا گاو باشه یا گوسفند باشه یا بز باشه، اگر همین 4 نوع یعنی 4 عیب و کمبودی داشته باشه، جناب پیغمبر گفتن قربانیش درست نمیشه. چی است این؟ یکمش جناب پیغمبر گفتن الاوراع البین عورها، گوسفند یا اینکه حیوانی کوره که کوریش آشکار شده باشه، یعنی یک چشمش کور باشه یا اینکه هر دو چشمش کور باشه، حیوانی کور قربانی کردنش یعنی درست نیست. جناب پیغمبر گفتن کسی اگر قربانی کرد قربانیش درست نمیشه. والمريض البين مرضها، دویمش حیوانی کسلیه که کسلیگیش معلوم شدگی است. بعضی حیوانات بیمار میشوند، البته همه میدونش که مثلا گاو باشه یا گوسفند باشه به خدای، اگرچه یعنی کسلی خراب هم نشده باشه، وقتی که بیماریش آشکار شد، خروپ و مردن آورده است، جناب پیغمبر گفتن این نوع حیوان یعنی قربانی کردنش درست نمیشه. والعرجاء البین ضلعها، و حیوانی یعنی لنگ چولاقی که چولاقیش معین شده باشه، یعنی بلنگ راست راه گشته نتونه، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن این نوع حیوان یعنی قربانی کردنش معنی. حالا یک چیز دیگر برادر عزیزی که قربانی میکنه، همون حیوانی که شما قربانی میکنه او نباید که کشیده شما ببره، باید او را پیشتون هی کرده یعنی تیله کرده ببره. این یعنی چیه؟ همون ترتیبیه که انسان باید این چیز در قربانیش داشته باشه. یعنی وای گوسفند چولاق باشه، جای قفاش تیله کرده بردش میتونی، مجبوری که اوچ کنی ببریش. و این خاطر جناب پیغمبر گفتن که گوسفند چولاقی که چولاقیش معین شده باشه، این نوع گوسفند هم قربانی کردنش درست نیست. و آخر گفتن که والکثیرة التي لا تنقی،
حیوانی خرابه و چنان خرابه که حتی مغز در استخوانش نمونده باشه. حیوانی از حد زیاد خرابه، در قربانی کردن برادرای عزیز درست نمی شود. و گفتیم که انسانی که پیش از عید قربانی کرد، در روایت دیگه هم اومده جناب پیغمبر گفتن که من کان ذبح قبل الصلاه فلیعید، هر شخصیتی که پیش از نماز عید قربانی کرد او قربانیش اعاده کنه، اثر کنه که وای از یعنی واجبیش از گردنش ساقط نشده و وای از جانب قربانیش قبول نشده. هر انسانی که پیش از نماز عید قربانی کرد او انسان باید چیکار کنه؟ اثر قربانیش کنه. و جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای شخصیت هایی که بالکل قربانی نمیکنن، انسان های یعنی ممسوک، مرده، بخیل، برای اونها گفته که من کان له سعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. جناب پیغمبر گفتن هر انسانی که توانایی داره برای قربانی کردن و قربانی نمیکنه او به نمازگاه ما حاضر نشود. یعنی انسانی که در کلش قربانی واجب است و قربانی نمیکنه، جناب پیغمبر گفتن که او شخصیت یعنی که به نمازگاه ما نیاید، یعنی که به مسجد نیاید. و برادران عزیز، اکنون این بود موضوعی که ما در باب قربانی صحبت کردیم. ما از پیش روز عرفات داریم. روز عرفات روزی بازار میشه برادران عزیز، یعنی پگاه نه پگاه دیگر. هر انسانی که یعنی نتونست که ما هفته گذشته در باب 10 ذوالحجه صحبت داشتیم، هر انسانی که نتونست که این 10 روزه بگیره، حدی اقل باید که روز عرفات روزه بگیره. چون که جناب پیغمبر در حدیث صحیح گفتن که هر انسانی که روز عرفات روزه گرفت خداوند 2 ساله گناه او را میبخشه، گناه این سال گذشته و گناه این سال آینده را. یکفر سنت الماضیه و باقیه. در لفظ حدیث اومده جناب پیغمبر گفتن که هر انسانی که روز عرفات روزه گرفت خداوند به سبب روزه گرفتن 2 ساله گناه او شخصیت یعنی عفو میکنه، بخشیده میگردونه. و این خاطر شخصیتی که عذر نداره، یعنی بیمار نیسته، حرکت کنه، این فرصت ثواب از دست نتیه، حرکت کنه. یعنی روز بازار، یک روز پیش از عرفات، یک روز پیش از عید، یعنی او روزه بگیره، ثوابی خیلی بلند داره. و ان شاء الله رب العالمین برادران عزیز، ما و شما روز دوشنبه نماز عید میخوانیم. البته از سنت است که در روز عید انسان وقتی که از خواب خیست سحر ابتدا برای غسل کنه، یعنی سر بدنش بشوه و بهترین لباس هاش بپوشه. از همه زیباترین لباس ها را پوشیدن در روز عید سنت است. زیباترین لباس هاش بپوشه و خوشبویی ها کنه و تا نماز عید قربانه روزه بگیره، یگان چیزی نخوره. در عید رمضان سنت است که انسان پیش از نماز یگان چیزی بخوره، بعد از آن به سوی نمازگاه بیاید. اما در عید قربان سنت است که انسان چیکار کنه؟ وقتی از خواب خیست سر بدنش بشوه، بهترین لباس هاش بپوشه و یگان چیز ناخورده به نمازگاه بیاید. یعنی که باید که تا نماز مثل روزه برین بیسته. این هم برادران عزیز سنت است. ان شاء الله رب العالمین روز دوشنبه ساعت 7:30 سحر ان شاء الله که نماز عید ما میخونیم. روز دوشنبه ساعت 7:30 ان شاء الله رب العالمین در مسجد جمعیت شماقتی نماز عید میخونیم.